سلام جغلن، خوشمزهان، خوش‌ذوقان. من آذیرشتیم و من با آموزش ایت مرغ شاورمای دودی که عطرش کل محله دیوانه کنه. ایت دستور خاص، یک طعم بی‌نظیر، یک راز کوچیک که تا آخر ویدیو شمرگم. اگر دوست داری که خانه جه طعم رستورانای لبنانی ببری تو سفره جه، تا آخر ویدیو مرا همراهی بکن. اما مرغ فوق‌العاده لطیف و خوشمزه با ایت فوت کوزگری مخصوص. اول از همه نیاز داریم به 2 تیکه سینه مرغ که سینه مرغ از وسط قشنگ قبضه بکنید. بعدن ایت گوشت‌کوب هم را قشنگ بکوبید تا مرغ نازک و لطیف بده. بعد از آن کنید مرغان مربعی برش بزنید. شمره نگم که از شاورمای مرغ دودی چه لذتی داره. جغلن با ایت گاز از ساندویچ شاورمای مرغ دودی مستقیم شی تو دل خوشمزه ترین طعم‌های دنیا. لطفاً با لایک و کامنت مرا حمایت بکنید. شاورمای مرغ ایت غذای خوشمزه و خیابانی معروف در کشورهای عربی مثل لبنان و ترکیه، مثل دونه. مرغ شاورما باید جغلن حتما نرم و آبدار و خوشمزه و کاملا مزه‌دار بود. طعم ادویه‌هایی مثل سیر و لیمو و زنجبیل به شدت از شاورمای مرغ خوشبو کنه. برای سس مرغ نیاز داریم به 1 قاشق غذاخوری ماست چکیده ترش، 1 قاشق مرباخوری پودر پاپریکای دودی، 1 قاشق مرباخوری نمک، 1 قاشق چهارخوری فلفل، 1 قاشق غذاخوری سس گلوریا، 1 قاشق مرباخوری سما، مقداری زنجبیل، فلفل سیاه و 1 قاشق مرباخوری آب لیمو. چند دانه حب سیرم که داریم اونم رنده کنیم. بعد همه مواد با هم دیگر مخلوط کنیم. در این سس من از پاپریکای دودی استفاده بودم چون طعم دودی خیلی خوبی به هم مرده. مقداری زعفران هم به این سس اضافه کنیم. الان سس با مرغ قاطی کنیم. 1 رو 20 دقیقه اجازه دیم تا قشنگ سس به خورد مرغ باشه. در این فاصله نیاز داریم به ایت بنه پیاز با چند تا فلفل دلمه‌ای رنگی که من از قرمز و سبز استفاده بودم. اول پیاز 4 قاچ بکنید، بعد ورقه هاش از هم جدا بکنید و کنار بندازید. راز قشنگی این شاورمای مرغ دودی به پیاز و فلفل دلمه‌ای رنگیه. فلفل دلمه قرمز و سبزن از وسط برش بزنید، به تکه های مربعی در ببرید که برای سرته کباب به ان پیاز و فلفل دلمه نیاز داریم. شاورمای مرغ هم تابع گریل جا چگوند، هم فر و هم توستر میان. من امروز توستر جا چگودم. اگر تابع جا چگونید پنیر بدون روغن هر 2 طرف مرغ اجازه بدید تا قشنگ طلایی و کاراملی در بیه.
جاغلان ایتا نکته مهم، اگر از سیغ چوبی استفاده کنید سیغ باید 1 رو 20 دقیقه قبل آب جا بنید تا موقعی که سیغ فرمیانشه برای کباب شدن سیغ نسوزه. اول ایتا برگ پیاز، بعدا چند تا تیکه مرغ، بعد ایتا برگ فلفل دلمه، دوباره چند تا تیکه مرغ، به همین ترتیب ادامه بدید تا شیمی سیغ چوب پره بشه. دو تا سینه مرغ، 2 تا سیغ چوبی کباب ده که برای 4 نفر ساندویچ داره. جاغلان از قبل فر یا توستره حتما گرم کنید. برای سیغ بعدی شاورمای مرغ هم به همین ترتیب فلفل دلمه‌ای، چند تا تیکه مرغ، پیاز، دوباره چند تا تیکه مرغ، فلفل دلمه و تا آخر حتی ادامه بدید تا سیغ پره بشه. شاورمای مرغ دودی با طعم و عطر پاپریکای دودی بی‌نظیر به. بعد از اینکه تمامی شاورمای مرغ به سیغ بکشید، سینی فر زرورق بکشید و توری اون رو قرار بدید. ایزن توری برس امر روغن بزنید. وقتی شاورمای مرغ اون رو مید بهش نچسبه. فر با دمای 200 درجه به مدت 45 دقیقه روشن کنید. برای درست کردن سس روی نان نیاز داریم به 1 قاشق غذاخوری ماست چکیده، 1 قاشق غذاخوری سس مایونز، نمک و فلفل سیاه و 1 قاشق آب لیمو. همه مواد با هم دیگر مخلوط کنیم تا ایت سس خوشمزه به دست بیاد. یک قاشق روغن زیتون هم به این سس اضافه بکنید. در این فاصله ایت سیب زمینی بزرگم خلالی زنیم، قشنگ سرخ و برشته کنید. در این مرحله از نان لواش یا نان تافتون استفاده کنید. ایت بشقاب بنید و نان گرد برش بزنید. از سوسی که چکودین نان رومال کنید. برای 2 تا سیغ کباب 4 تا ورق نان لواش با سس رومال کنید. شاورمای مرغ دودی بعد از 45 دقیقه آماده بسته. الان می‌هیم قشنگ با چاقو برش زنید. به هر اندازه‌ای که دوست دارید برش بزنید. تیکه های برش زده شاورمای روی نان قرار بدید. ایت پیاز که از قبل سماق و زید آماده کنید. ساندویچ لاب بنید. مقداری سیب زمینی سرخ کرده و بعد نان رول بکنید. از وسط برش بزنید. ننی که چه شاورمای مرغی بود. راز خوشمزه شدن از شاورمای مرغ دودی با عشق پختنش بود. شما هم با عشق چک کنید و از خوردنش در کنار خانواده
لذت ببرید. شیمی جان بلا نیسته.